یکم سوالم این است که اگر یک آدم روزه دارد و نماز نخواند همون حکمش در چی باشد؟ روزه ندارد و نماز خواند، به هر حال در این مسئله خلاف هست. شاید برای روزه داشتگیش روز قیامت جزا داده نشود، چون که روزه داشت لیکن قبول نمیشد روزش. برای چی؟ برای آنکه پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که حضرت معاذ ابن جبل را به سوی یمن هم امیر شهر و هم قاضی شهر کرده فرستانیدند، گفتند که اینک تأتی قوما من اهل الكتاب، تو به نزد یک قوم میروی که آنها اهل کتاب هستند. یهود بودند، مردم یمن اون وقت یهود بودند. قوما من اهل الكتاب، به نزد آنها میروی که آنها اهل کتاب هستند. آنها مانند مشرکای عرب بی سواد نیستند. مشرکای عرب بت پرستش میکردند، هیکل پرستش میکردند، و بی سواد بودند. آنها یهود هستند، علم دارند. تو به نزد آنها میروی، فلیکن اول ما تدعوهم الیه الی ان یوحدوا الله، اولین چیزی که آنها رو دعوت میکنی به توحید الله تعالی دعوت کن. آنها الله تعالی رو یگانه شمارند. آنها عزیر را پسری الله میپنداشتند، خیلی که نصرانی ها عیسی را پسری الله میگفتند، یعنی یک آدم پیغمبر پسری الله میگفتند. برای همین اولین چیزی که تعلیم میده این که آنها الله تعالی رو یگانه پرستش کنند. این روایت بخاری است. با روایت بخاری با دیگر روایتاش هست که الی ان یشهدوا لا اله الا الله و انی رسول الله، یعنی اولین کاری که آنها رو دعوت میکنه که شهادت بیارن که الله تعالی یگانه است، غیر او دیگه معبودی بر حق نیست و من فرستاده الله هستم، پیغمبر الله هستم. اگر اینه قبول کنن، فعلموا ان الله افترض علیهم 5 صلوات فی کل یوم و لیله، اگر شهادتین قبول کنن اولین رکن اسلام است. بعد برای آنها نماز را تعلیم ده که در یک شبانه روز بر ذمه آنها 5 وقت نماز فرض است. اگر آنها این را هم قبول کنن، فعلمهم، برای آنها خبر ده که ان الله افترض علیهم صدقه فی اموالهم، الله تعالی در مال آنها زکات فرض کرده است. تؤخذ من اغنیائهم و ترد علی فقرائهم، از بایهاشون گرفته میشد و به کمبغلهاشون داده میشد. از بایهای یمن گیر و کمبغلهاشون ته و یک و کرائم اموالهم، لیکن از مالهای قیمتاشون ترس. یعنی اومده از بین گوسفنداشون 40 گوسفند باشد، یک گوسفند باید حق زکات گیرن، همون یک گوسفند بهترین گوسفندش با نگیری. مثلا در بین گاوهاش هم میگن گاوی ذاتی دارد، یا در بین شترها شترهای قیمت دارد. کرائم اموالهم، کریم مال یعنی قیمت بهاترین مال، ایناش نگیر، با یعنی معتدلاش گیر، میانه. واتقی دعوت المظلوم، از دعوت دعای مظلوم بیترس. یعنی تو که الکی امیری شهر شده رفته، قاضی شده رفته ایستاده، از دعای شخصی مظلوم بیترس. فانه لیس، ببینید نصیحت رئیس دولت به امیر شهرش، از مال مردم، از قیمتترین مالهای مردم بیترس و از دعای بدی شخصی مظلوم بیترس. از دعای مظلوم ترس. فانه لیس بینه و بین الله حجاب، بین آدم مظلوم دعایش و بین الله تعالی پرده نیست. بی پرده قبول میشه میخی رفته. بنابراین وای بر حال ظالم ها. خلاصه یعنی در این حدیث میبینیم که 3 چیزی اول تعلیم دادن. زکات سال 2 هجری فرض شده بود و روزه هم فرض بود، لیکن همین 3 چیزی اول گفتن. اینا اولین درجه. یعنی اگر نماز نخواند و روزه دارد، اصلا یعنی روزش قبول نه، چون که الله تعالی میگه که انما یتقبل الله من المتقین. لیکن این معنی اینا ندارد که دارد روزه دارد. روز قیامت احتمال زیاد است که برای روزه داشتگیش جزا داده نشود، اگر چه قبول نه، ثواب ندارد، لیکن جزا داده نمیشد، چون که الله تعالی برای چه روزه نداشتی گفته جزا نمیتید. برای نمازش جزا میتید، برای دیگر گناهاش جزا میتید، برای روزه نه. لیکن ثواب هم نمیگیرد برای روزه، برای اینکه شرط قبول عمل اول ایمان است. کلمه شهادتین گوید، بعد نماز خواند و یعنی
هستن علمایی که خیر روزش به علاهیده ثواب میگیرد، برای نمازش گناهکار میشد، گفتگی های هم هستند. لیکن اینا بی قوتر نماز برادرای عزیز به نهایت مسئله بی نمازی وزنین است. نماز 4 دقیقه وقتتون میگیرد، نماز پیشین. مقصدم فرضای در نظر دارم، چون که فرضش روز قیامت جوابگریش است. این سنتش خواندید ثواب عظیم میگیرید. کسی که 12 رکعت در یک شبانه روز سنت خواند، 2 رکعت سنتی بامداد، 6 رکعت سنتی پیشین، 2 رکعت شام و 2 رکعت خفتن، 12 رکعت می سنت های بردوام خواند، الله تعالی برایش یک قصر میده. 12 رکعت سنت 12 دقیقه، یعنی باز یک قصر در دنیا قصر کن به هر یک کشور هر خیل است. مثال یک قصری معتدل همراهی مثلا 15-20 ساتق زمینش $500,000 است در مثلا همین اروپایی و خیلی در تاجیکستان شاید $100,000 باشد. همین $100,000 هم در مدتی چند وقت کار میکنید؟ شما یک روز با 12 دقیقه کاری دارید، برای یک خانه علاهیده پدربادکه دارید، مثلا 12 ساعت یک روز با کار میکنید. 12 دقیقه فقط همین یک پدربادکه میکنید. یعنی یک آدم کاری علاهیده دارد، با آمده یک کاری علاهیده، یک خانه پیش خانه آدم یا پیش مسجد یا پیش یک جای کارخانه میرود، برای همین 12 دقیقه وقت صرف میشه. لیکن مکافاتش یک قصر است. یعنی این حساب کنید خیلی پولی کلام. با قصر در قیمت ترین جای هست، در جنت هست. موضع صوت احدکم فی الجنه خیر من الدنیا و ما فیها. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه موضع قمچینی که شما در جنت از دنیا و از آن چیزی که در دنیا هست قیمت است. شما تصور کنید یک قصر دارد و با حوله ها دارد، باغ و بوستان و درخت ها دارد. کسی که 12 رکعت سنت ها رو میخواند برایش یک قصر داده میشد در جنت. برای همین فقط 12 رکعت سنت علاهیده. اما این فرض ها اینای الله تعالی فرض کرده است. این اگر نخوانید ما سلککم فی سقر، شما رو چی به دوزخ آورد؟ در سوره مدثر ما سلککم فی سقر، شما رو چی به دوزخ آورد؟ قالوا لم نکن من المصلین، ما نمازخوان نبودیم در دنیا. ولم نکن نطعم المسکین، به مسکینات طعام نمیدادیم. و کنا نخوض مع الخائضین، ما همراهی آدمایی که خوض میکرد، به علم در مسئله های دین یا الله گپ میزد، ما از جمله ما بودیم. خلاصه یکمین سببی وارد شدن دوزخ، وارد شویشان به دوزخ، برای چی شما به دوزخ آمدید؟ ما سلککم فی سقر، شما رو چی به دوزخ آورد؟ قالوا لم نکن من المصلین، ما دوزخی نبودیم، ما نمازخوان نبودیم. یعنی یک آدم روزه داشت و نماز نخواند و دوزخی است. اگر تا آخر عمرش نماز نخوانده، توبه نکرده از دنیا گذرد و در آخرین لحظه های حیاتش هم لا اله الا الله آخرین کلمش نشود رفت، و این آدم دوزخی است، اگر چه 60 سال روزه داشته باشد. مسئله روزه داشتگیش الله تعالی ضایع نمیکند. الله تعالی کافرم کاری خیرش مکافاتش میتید. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، الله تعالی آدمایی که نیکی کرد اجرش ضایع نمیکند. حتی همین کافرها اگر در دنیا نیکی کنند، الله تعالی مکافاتشون در دنیا رشاد میکند و آنها یگان چیزی نیکی میدهند تا اینکه صاف شوند و آخرت چیزی نماند. بنابراین آدمی که روزه داشته است لیکن نماز نمیخواند، این به هر حال بهتر است از آن آدمی که نماز هم نمیخواند روزه هم نمیدارد. این بهتر است. یعنی من نمیگم که روزه ندار، لیکن نماز خوان میگوییم. فهمیدید برادران؟ باید نماز خوانتان. نماز وقتی بسیار نمیگیرد. الله تعالی برای شما در یک شبانه روز 24 ساعت وقت داده است. اگر همین گروه بگوییم 1 ساعت وقت میرد برای 5 وقت نماز، و طهارتاش و راه روی هاش و هم مشکتی 1 ساعت وقت میرد برای 5 وقت نماز. 23 ساعتش برای شما، 1 ساعتش برای آن ذاتی که شما رو آفریده است، رزق داده، سلامتی داده است. حالا آدمی که بیمار میشد بعد تمنا میکند کاش صحت میشدم و به مسجد میرفتم، کاش صحت میشدم و نماز میخوندم. بعد دیر میشد. بنابراین
برادرایی که روزه‌دار هستید، خواهرانی که روزه‌دار هستید ولی نماز نمیخونید، بازگشت به سوی الله تعالی کنید، کلمه گردانید، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، توبه کنید به گناه‌های ما تقدمتان و نماز شروع کنید. اگر نماز نمیدونید باش پرکلگه باشدم خوانید، پیشتون به کلام کر نوشته مانید و سوره فاتحه خیلی اکثری تاجیکا میدونن، بی نمازشان به نمازشان سوره فاتحه که نماز میشد، یک سوره فاتحه دانید بس، باقی موندهش آیسته و یاد می‌گیرم. تلگرام کانالی مونده، کتابی صفتی نماز از کتابی معیده چه هست، همین گیرید برای برادرای خواهرایی که بی نماز هستند تیتان تا اینکه تعلیم گیرند، آموزند، برای کودکا نماز دانند.